سلام قشنگم، حالت چطوره؟ خوبی؟ همونطور که میدونی فصل گرما اومده. تو فصل گرما تو نباید بوی بد بدی، حداقل یه دوش بگیر. توصیه من اینه که به اونایی هم که بوی بد میدن حتما گوش زد کنید، چون که نمیفهمه بو گوه داره میده، اون دماغش عادت کرده. تو باید بهش بگی که بره یه دوش بگیره و از وسایل خوشبو کننده استفاده کنه. پس امسال رو درواسی رو بذار کنار و به اونی که بو گوه میده بگو که بو گوه میدی برو یه دوش بگیر. امروز میخوام براتون از وسایل خوشبو کننده استفاده کنم. پس در مرحله اول دهنت رو باید ببندید. چون من رو صحبت کردن شما حساسم، باید خودم صحبت کنم. در مرحله دوم مام زیر بغل، دستو بده بالا. به به چقدر خوبه که بو گل بدی. حالا اسپری که زدم تو بچرخ، لاجا گواه کن قشنگ. باریکلا قشنگم. حالا بادی اسپریشو میزنم رو نبضت. چقدر خوشبو شدی، گردنو بیار جلو. چقدر خوبه بو گل بدی. حالا یه تافتم میزنم که همینجوری خوشگل بمونی قشنگم. چی بهتر از این که همیشه بو گل بدی. سعی کن امسال رو درواسی بذاری کنار، به اونی که بو گوه میده بهش بگو. آروم الان جذبه رو دهنتو برمیدارم و برو به زندگیت ادامه بده قشنگم. این سری ولی دیگه خوشبو. مراقب قشنگیات باش.